دوستان عزیز به ویدیو جدید از کانال خدمات تحصیلی تاپ نوچ خوش اومدین. دوستان در این ویدیو اسکالرشیپ از کشور کانادا بورسیه دانشگاه ساسکچوان در مقطع ماستری و پی اچ دی هست دوستان. به شکل فولی فاندید هست، البته با بخش های مختلف با هزینه های مختلف هستش. شما میتونین این رو در سایتش چک بکنین دوستان که سالانه پرداخت میشه. برای ماستری حدود 2 سال فند میشه و برای پی اچ دی حدود 3 سال دوستان. خب یکی از بهترین بورسیه هاست دوستان که در سال 2024 اعلان شده، فولی فاندید هست. بیاین کمی با جزئیات موردش بحث بکنیم. خب اما رقم که گفتیم دوستان، کشور کانادا دانشگاه ساسکاچوان و مقطع کارشناسی ارشد، دکترا و فوق دکترا هست دوستان. یعنی بعضی بخشای مثل چی گواهی اینا هم داره، ولی شما یعنی ما یعنی چیزی که بسیار مهم است دوستان، این 3 بخش است، ما میتونیم به این ثبت نام بکنیم. خب مهلت ثبت نام یعنی که دوستان دیدلاین بستگی به چی داره رشته داره، شما باید سایت رو چک بکنن کدامشان با کدام تاریخ هست. خب اینجا ببخشید دوستان، ماستری 2 سال هستم، اشتباه شده است پیشم 3 سال تایپ شده. خب رشته های تحصیلی هست دوستان. ببینین تقریبا میتونیم بگیم که تمام رشته ها هسته، مثلا مردم شناسی است، هنر و تاریخ هست و همین قسم بازاریابی و مطالعات بومی است، حتی مطالعات اسلامی دوستان اینجا ما شما داریم، فلسفه داریم. در کل بیشتر دوستان علوم انسانی هست، بخش زبان شناسی و مطالعات دینی و همین قسم بخش مطالعات حیوانی هست. شما میتونین از این استفاده کنین. خب معیارهای واجد شرایط بودن دوستان، ببینین تمام مدارک دوره لیسانس ماستری شما لازم هست، اما در پهلویش دوستان معیارهایی که من اینجا میگم لازم است. برای کارشناسی ارشد شما مدرک کالج 4 ساله یا معادل آن از یک کالج یا دانشگاه معتبر باید داشته باشین. برای پی اچ دی مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن از یک دانشگاه شناخته شده در یک دانشگاه در یک رشته دانشگاهی مرتبط با رشته تحصیلی البته باید باشه. در بخش پی اچ دی در بخش ماستری باید مطابق با رشته باشه. برای دیپلم تحصیلات تکمیلی خب مدرک کالج 4 ساله یا معادل آن از یک کالج یا دانشگاه معتبر باید باشه. خب چیزی که اونا دوستان بر علاوه اسناد شما بخشای دیگر هم داره، البته با سند زبان انگلیسی. بعضی دوستان نگران آیلتس یا تافل هستن و خوشبختانه این دانشگاه مدرک زبان دولینگو هم قبول میکنه که با هزینه بسیار کم و شما میتونین امتحان سپری کنین. البته یک محدودیت وجود داره دوستان که در دولینگو حداقل 120 نمره باید شما داشته باشین. از 120 نمره با پایین شما نمیتونین که شامل بورس شوین. خب در اینجا شما دقت بکنید دوستان. مدارک دوستان، مدارک مهارت زبان که پیشتر براتون در اینجا گفتم، چیزی که بسیار اساس یک رزومه یا سی وی بسیار خوب لازم است. بیانیه تحقیق لازم است که شما در بخش ماستری یا دکترا میخواین کار بکنین. البته نوع امتحان از اون دوستا ببینید پروژه نیست، فقط تیزیس هست که شما میتونین باز در نهایت تیزیس نوشته کنین و از فراغت خود دفاع بکنین. خب چکیده یا پایان نامه دکترا هست، برای متقاضیان دکترا هست. شرایط پذیرش دوستا اینجا گفته شده و بهتر است که ما شما مستقیم سراغ سایت بریم. این آدرس سایت است، میتونید کپی بگیرین و میتونید که حتی نوشته بکنین که ساسکاچوان اسکالرشیپ یونیورسیتی براتون در خود چی میاره، گوگل میاره براتون، بسیار واضحه و نیاز هم نیست که شما دنبال چی باشین. این لینک مستقیم ثبت نام هست دوستان، ما در اینجا گذاشتم، میریم داخل صفحه میشیم. بعضی جزئیات هست شما دوستان باید رو بخونید و ما رقم پیشتر گفتم دیدلاین ها اینا بستگی به کورس داره و طریقه ثبت نام هم است دوستان که باید چیکنین سر فایند پروگرام کلیک بکنین تا که شما را صفحه فایند پروگرام ببره. ببینید اینجا دوستان، ببینید پروگرام ها
هاست، نام هایشان و در بخش ماستری و پی اچ دی است دوستا. بخش لیسانس در اینجا دوستا بورسیه نداره. بعضی رشته ها رو در بخش ماستری یا در بخش دکترا چی نمیکنه، سپورت نمیکنه. بنا نمونه‌ای که علامه تیک مارک داره شما حتما باید انتخاب بکنید دوستا. خب بهتر است دوستا که یک از چی رو ما انتخاب بکنم، مثلا بخش ماستری یا ماستری حقوق رو مثلا بگیرم. لا اینه در قسمت شما ببینیم که در بخش ماستری هست. خوشبختانه من ماستری حقوق میگیرم و در اینجا کامل جزئیات موردی پروگرام برای من میده. تمام شرایط اینجا گفته دوستا، نیازمندی هایش گفته، شما کاملا میخوانین ایره. بعد تا سرفصل های درس ها رو هم براتون گفته. خب دوستا در اینجا شما هزینه هایی که براتون پرداخت میشه در جریان بورسیه دوستا شما میتونین که در اینجا ببینین. و استودنت فیسی که برای شاگردها چی میشه دوستا، در اصل اینی هزینه هست در سال 2024 سپرینگ سمر، البته سالانه هست. اپلیکیشن پروسس، سابمیت اپلیکیشن آنلاین ببینین، اپلیکیشن خود سابمیت میکنین به صورت آنلاین خانه پرو میکنین و از اینجا میتونین دوستا که در مورد نحوه ثبت نام جزئیات بگیرین و اگر میخواین که عملا کار خودش رو بکنین بیگن ان اپلیکیشن کلیک بکنین و شما را میبره به صفحه ایجاد اپلیکیشن. خب اینجا دوستا ببینین یک ایمیل آدرس و پسورد بنویسین تا که شما ساین اپ شوین، یعنی که اکانتتون ایجاد شود. دوستا ببینین اینجا معلومات ثبت کردیم و شما باید پروف کنین که ربات نیستین و آیا کامپیوتر عامه هست، یعنی شما اگر در چی ثبت نام میکنین در اینترنت کلاب یا مثلا جای دیگه کتابخانه ها اینترنت داشته باشن شما ثبت نام میکنین، باز این رو باید چک بکنید چون ممکن است که حسابتون در دسترس دیگه کس قرار بگیره و اگر کامپیوتر شخصی هست مشکل نداره چک نکنین. خب رمز و ایمیل ما یاد داشته باشه. میره سراغ صفحه. دوستا ببینین این بخش لاگین است. اگر شما اکانت داشته باشین اینجا میرین ولی ما نداریم، سر کریت اکانت کلیک میکنیم ما را صفحه ایجاد اکانت میبره. خب در اینجا دوستا باید فرم خانه پوری بکنیم، نام، نام وسطی و قسم تخلص و خب نامی که خودتان میخواین پیشنهاد بکنین و در این قسم خب نام پرویس فامیلی نیم اینا البته مندتوری نیست دوستا، یعنی علامه که تیک داره چی علامه استریک با رنگ سرخ اینا ضروری است باید داشته باشین، تاریخ تولد و بعضی چیزای دیگه. من فرم خانه پوری میکنم دوستا، بعد از باز اکانت خود ایجاد میکنیم از بخش اول. خب دوستان عزیز فرم خانه پوری شد. در اینجا نام و تخلص خود بزنین دوستا، بعد تاریخ تولد و ایمیل آدرس و آیا میخواین که تبلیغات دانشگاه در مورد بورسیه ها و برنامه هایش برای ایمیلتان بیای یا خیر. شما میتونین یس بگیرین و میتونین هم نو بگیرین. من این دوستان نو میگیرم فعلا. شما باز اگر میخواستین همیشه آگاه باشین از اطلاعات یس بگیرین. خب بخش بعدی دوستا لوکیشن تان شهر شما اینا رو میگیرین و شما درجه تحصیل تان چی است دوستا. آخرین درجه تحصیل تان لیسانس 3 ساله یا 4 ساله شما رو انتخاب میکنین و با مقطعی که میخواین درخواست بدین دوستا این بسیار مهم است. ما میخوایم میگم اندر گریجویت، در قدم ماستر میشه، گریجویت باز پیشتی میشه. ببینید دوستا برای لیسانس نیستی بورسیه. خب برای کدام ترم شما درخواست میدین؟ ما میگم من برای این ترم درخواست میدم. شما میتونید که تا سال 2025 یا تا حتی 2026 هم شما در اینجا درخواست بدین. خب من برای 2024 سمر در قسمت دوستا شما ببینید که کدام رشته را انتخاب میکنید، دانشگاه ها را علاقمند هستین و کدام فیلدش شما انتخاب میکنین که من اینجا انتخاب کردم.
دیگه کدام یک از این بخشا بر شما صدق میکنه که من میگم من اینترنشنال استودنت هستم. پس میخوایم که بین المللی درخواست پاسپورت دایر میکنین، کنفرم میکنین که شما ربات نیستین. دوستا بعد از ایجاد اکانت ما رو در این صفحه روان کرد که یعنی اکانت شما در حقیقت ساخته شده. فقط یک ایمیل برای ما روان کرده که ما ایمیل رو تایید کنم تا که حساب ما فعال شود. پس میریم ایمیل رو چک میکنیم دوستا و یک لینک رو روان کرده برای ما کلیک میکنیم تا که ایمیل ما فعال شود و اکانت ما فعال شود، بتونیم وارد اکانت خود شویم. اینی ایمیل است دوستا و روی از ایمیل ما کلیک میکنم، لینک کلیک میکنم که اکانت ما اکتیو شود. وقتی که اکانت ما فعال شد دیگه میتونم که پس در صفحه قبلی یعنی صفحه برم و اکانت خود استفاده کنم. دوستان این اکانت ما فعال شد و بنابراین گفته لاگین شن برای ادامه کار. بنابراین ما لاگین میشم دوستان. میرم بخش صفحه لاگین اینجا اما صفحه اولیه دوستان یا اما بخش اولیه اول که من براتون نشان دادم دوستان اما صفحه است. میتونین لاگین شوین و ادامه کار پیش برین. خب بخش اول که یادتون مانده اینجا آمده بودیم. من سر کرید اکانت کلیک کردم ولی خب حالا ما ایمیل و آدرس را تایپ میکنم. خب ایمیل آدرس پاسپورت را دایر کردم. حالا مرحله لاگین رسیده دوستا. اینجاست دوستا که ما آمدم وارد صفحه شدم. یعنی ما هستم و این اپلیکیشن ما که باید ایجاد. فعلا ما تازه یک اکانت ساختم و اما تا به حال ما عملا اپلیکیشن را ایجاد نکردم. بنابراین میتونم از اینجا شروع بکنم و یک اپلیکیشن جدید را بسازم دوستان. برای ایجاد اپلیکیشن دوستان میتونن که گزینه به نام چی داریم دوستان؟ ما شما استارت اپلیکیشن داریم که میتونیم از اینجا شروع بکنیم. خب از اینجا میتونین معلومات مورد پروفایل خود تنظیم کنین، تغییرات بیارین و اما ما نیاز داریم که اپلیکیشن ایجاد بکنیم دوستان. روی دکمه استارت اپلیکیشن کلیک میکنیم. خب کورس رو شما انتخاب کنین دوستان. از قسمت کدام رشته رو میخواین. البته از این گزینه ها فقط یک رو میتونین انتخاب بکنین. من در گریجویت میگیرم که بخش بچلر یا میتونین شما اینی رو هم بگیرین. هر کدام شکل شما خواستین میتونین از اینجا انتخاب بکنین دوستان. اما دقت بکنین که اگر گزینه اول انتخاب میکنین میگه شما محصل فعلی دانشگاه ساس کچوان هستین یا نه. میگین نه. آیا سیتیزنشیپ کانادا دارین؟ میگین نه. خب یک از اینا رو انتخاب میکنیم و بالاخره میخوایم که اپلیکیشن خود کانتینیو بکنیم. مثلا ما نو رو میگیرم و اینجا دکمه کانتینیو رو کلیک میکنیم. مرد ادامه من پروسه میبرم. خب در اینجا دوستان شما دیگه چیزی خاص کار ندارین. اگر میخواستین انتخاب سمستر خود اینای خود تغییر بدین کدام شما میتونین از اینجا برین سر نیو تیم یا نیو پروگرام جدید انتخاب کنین. ولی من میگم نه کانتینیو میکنیم، اینه ادامه میتون. دوستا ببینین در این قسمت بخش عمومی هست که بخش اول بخش اپلیکیشن انفورمیشن هست دوستا که شما باید تکمیل بکنید. در قسمت پایین تمام جزئیات دوستا اینجا ذکر شده. آدرس دائمی خود ذکر میکنیم که معمولا افغانستان میشه دوستا و شهری که شما تولد شدین و اپلیکیشن خود سیو میکنین. میتونید ادامهش بعدا پیش برین و یا میتونین اپلیکیشن خود سیو بکنین و ادامهش همین لحظه پیش برین. و می بخش بیوگرافیک انفورمیشن معلوماتی در مورد خود بیوگرافی خود ثبت میکنین. بخش انگلیش پروفیشنسی خود و همین قسم اکادمیک هیستوری گذشته تحصیلی خود ذکر میکنین در اینجا دوستان. بعد در قسمت پلانت پروگرام اف استادی شما میخواین رشته را که میخواین بخوانید یا پلان گذاری کردین این را انتخاب میکنین. ادیشنال انفورمیشن معلومات اضافی و بعد اسنادهای خود اگه میخواستین اپلود میکنین سر از کلیک میکنین میتونین اسنادهای خود از اینجا چی کنین آپلود بکنین.
مراحل را که طی کردین دوستا، بعد شما اپلیکیشن خود سابمیت میکنین و اگر خواستین خلاصه‌اش میتونین از اینجا چاپ هم بکنین بر خود. دیگه بهترین طریقه این نیست دوستا و تا چیز خاصی دیگه نداره. آخرین مرحله را که شما انجام دادین دیگه اپلیکیشن خود سابمیت میکنین دوستا. بعد نتیجه از طریق ایمیل بر شما اعلان میشه و در این زمان میتونین که داخل اپلیکیشن خود همیشه این پروفایل خود چک بکنین که چی پیام های میاد، چی ایونت های برگزار میشه، میتونین که از اینجا با خبر شوین دوستا. خب این بود طریقه ثبت نام به دانشگاه به این بورسی کشور کانادا دوستا و این چیزی خاصی نداره. و داخل دوستا چیکار میکنین؟ یک ریویو میکنین ما اپلیکیشن خود و سابمیت میکنین. این بود طریقه ثبت نام دوستا. وقت شما خوش، خدا نگهدار.